دموکراسی رو چرا میگن که دموکراسی کفر است؟ باید بفهمیم. یک وقت ما که چند نفر استادای پوهنتون به هندوستان رفتیم، ما را در این جای نمی احبار و رهبان بازی داده بدن، یا بازی دادن گفتن که دموکراسی اسلامی است. ما احتمالاً البته از چیزی دموکراسی آزادی و انتخابات فلانی. وقتی کنجا رفتیم رئیس پوهنتون ما را میمان کرد، گفتن پروفسوری معاون علمی پوهنتون، یک پروفسور بود آمد اینجا بر ما گفت که پروفسورز استادان شما را سبب رئیس پوهنتون شما را چی کردن میمان کرده. ما گفتیم اوکی. یکی از استادای ما پوهان صاحب زدران میگفتنش، ای برش گفت که اکسکیوز می، یک ذره خوب انگلیسی را میفهمید از ما کرده، برش گفت شما را میمانیات را دارید